علیکم. سلام خانم. من مریم محققی هستم، تیچر بین‌المللی خنده. شما روزی چند بار میخندین؟ ما والا تعدادش خیلی نامحدوده. کمه. از زیاده. خب نامحدوده یعنی زیاده دیگه. بله به زیاد. چی میخندین؟ ما به هر چیز جزئی که باعث خوشحالی بشه میتونیم بخندیم. خب خدا رو شکر. بله. میدونستین که تو ایران کلاسایی هست که شما تکنیک‌های علمی عملی بی‌دلیل خندیدن رو یاد میگیرین و آدم بی استرس و رهاتری میشین و چون مغز فرق خنده واقعی و غیر واقعی رو تشخیص نمیده، وقتی ما با تکنیک میخندیم بله. هورمونای سروتونین، دوپامین و اندورفین در مغز در بدن مترشح میشه. به خاطر به دلیل اینکه خنده اصلا مغز انسان و خود انسان نمیتونه تشخیص بده اون حالت بعد. توصیه شما برای آدمایی که نمیخندن چیه؟ خب این که فکر میکنم فقط به خودشون ضربه میزنن. این بدترین حالت، فقط فکر میکنم اولین چیز اینه که به خودشون ضربه میخوره و این باعث استرس و افسردگی در آینده 100%.